همه تصور میکنن زنبور عسل فقط عسل تولید میکنه، در صورتی که 4 تا محصول شگفت انگیز دیگه هم داره: گرده گل، ژل رویال، زهر زنبور و برموم. توی مجموعه کندوک با 3 تا از محصولات شگفت انگیز زنبور عسل یه بمب تقویتی رو ساختیم که نظیرش توی کل دنیا نیست. این محصول به کشورهای اروپایی هم صادر میشه. معجون کندوک شاهکار طبیعته. معجون کندوک فقط 3 تا محصول شگفت انگیز زنبور عسل رو داره: ژل رویال اصیل ایرانی داره، گرده گل خابیار گیاهی داره که بعداً توضیح میدم چقدر این محصول فوق‌العاده است. فقط گرده گل 10 تا اسید آمینه ضروری بدن رو داره و همچنین عسلش عسل کنار، عسل صادراتی معروف به عسل یمنیه. شما فقط به بافت این بمب تقویتی توجه کنید. به جز اون 3 تا ماده شگفت انگیزی که نامش رو بردم، 2 نوع جنسینگ داره: جنسینگ اصل کره‌ای سرخ و سفید. 5 تا گیاه از هند و پاکستان میاد، روشون مطالعه کردیم. 5 ساله که روی این گیاه ها داریم تحقیق و مطالعه میکنیم. همه این گیاه ها برای تقویت بدن تاثیرگذارن، برای آرامش روان، دور کردن استرس، افسردگی. معجون کندوکی که انقدر معروفه برای ویژه بانوان و ویژه آقایون و افراد دیابتی تولید شده. خاصیت درمانی که بخوام بگم بیشماره. اصلی ترینش جایگزین آمپول های تقویتیه. نوروبیون، آمپول های تستوسترون ساز، افرادی که کمخونی دارن، افرادی که استرس دارن، افرادی که تنبلی تخمدان دارن و خیلی از مسائل دیگر رو طبیعی درمان میکنه. چرا که اصلی ترین مواد تاثیرگذار برای بدن که توی طبیعت وجود داره رو داخل خودش داره. خود عسل شفاست و در اون شکی نیست. بارها در مورد خاصیت عسل و عسل درمانی صحبت شده. شما با کوچکترین تحقیق میتونید متوجه بشید که عسل یکی از شگفت‌انگیزترین محصولات و غذاهای طبیعته. حالا داخل این عسل وقتی ژل رویال اضافه میشه که به اکسیر جوانی معروفه، ببینید چقدر تاثیرش رو بالاتر میبره. اگه داخلش گرده گل اضافه بشه چی؟ بمب تقویتی نمیشه؟ گرده گلی که خودش به تنهایی 10 تا اسید آمینه ضروری بدن رو داره. گرده گلی که پروتئینش از پروتئین گوشت گوساله و سفیده تخم مرغ بالاتره. برای ورزشکارا بی‌نظیر گرده گل. گرده گل هم اضافه شد. حالا 2 نوع جنسینگ. در مورد جنسینگ که دیگه همه میدونن چقدر مقوی و تاثیرگذاره. 2 نوع جنسینگ داره و 5 تا گیاه تقویتی. ما یک بمب تقویتی رو ساختیم و بهش افتخار میکنیم. نظیرش توی دنیا نیست. به کشورهای اروپایی صادر میشه: آلمان، استرالیا، لندن. 6 تا ایزوی بین‌المللی داره. تنیس بهترین محصول سالم و طعم مزه برتر رو توی همایش بین‌المللی دریافت کرده. باشگاه مشتریان بسیار زیادی داره که ازش نهایت لذت رو دارن میبرن. شیوه استفادهش به چه شکله؟ بهتره که روزی 2 مرتبه استفاده بشه. برای کسایی که فشار خون دارن، دیابت دارن یا معده خیلی سردی دارن، بهتره که با معده پر استفاده بشه، وگرنه از صبح ناشتا و شب قبل خواب جذب عالی تری رو داره. تمام کمبودهای بدنتون رو تأمین میکنه، چه به لحاظ مواد معدنی، چه به لحاظ مواد مغذی، چه به لحاظ مواد پروتئینی، ویتامین های ضروری بدن. فقط 10 تا ماده و گیاه فوق درمانی توی سراسر نقاط دنیا جمع آوری شده و داخل عسل ترکیب شده. این محصول رو روی مرده بذاری زنده‌اش میکنه. انقدر که انرژی داره، انقدر که قوت داره، بدن رو گرم میکنه، سیستم ایمنی بدن رو فوق‌العاده بالا میبره، بدنتون رو شارژ میکنه. این محصول کمک میکنه که قدرت جوونی شخص برگرده. امیدوارم روزی برسه که توی سبد غذایی همه خانواده ها قرار بگیره.
چرا که الان خیلی از خانواده ها دارن استفاده میکنن، لذتش رو دارن طبیعی میبرن. معجون کندوک محصولی هستش که رسپی و فرمول اختصاصی داره که مال تیم کندوک، هیچ جای دیگه ای نیست. شاید دیده باشید برخی از افراد دیگ میندازن وسط مغازه‌شون 4 تا ماده رو با هم دیگه ترکیب میکنن. به جرئت میتونم بگم خودشون بهتر از هر کس دیگه ای میدونن، همشون کپی بردارن از مجموعه کندوک، ولی نمیدونن که ریز نکاتی رو داره، موادی رو داره که اطلاعی ازش ندارن. اندازه ترکیب، مقداری که ترکیب میشه، نوع مواد، جنس مواد زمین تا آسمون فرق میکنه. هر عسلی عسل نیست، هر ژل رویالی ژل رویال نیست، هر جنسینگ جنسینگ نیست. و راز واقعی معجون کندوک 5 تا گیاه تقویتیه که از هند و پاکستان میاد. این گیاه ها خودشون یه داروخانه طبیعی هن. این گیاه ها به اندازه صدها برابر قرص شیمیایی کارایی دارن که داخل این معجون به کار رفته. سکرت راز این مجموعه است و راز قدرت معجون کندوک. امیدوارم که همیشه با محصولات طبیعی بتونید بدنتون رو قوی، قدرتمند کنید و به نیروی جوانی خودتون برگردید. معجون کندوک یکی از اون محصولات است که میتونه کمکتون کنه. حتما کانال ما رو دنبال کنید، با ما همراه باشید، نظری اگه دارید کامنت کنید و اگه شناخت بیشتر و توضیحات بیشتری در رابطه با معجون کندوک میخواید حتما کامنت بذارید. توی ویدیوهای بعدی بیشتر توضیح میدم.